درود به همه و وقتتان بخیر. به راهبرد با من حسینا قریشی خوش آمدید. 21 سال پس از احمدشاه مسعود، فرمانده که برخی وی را شیر پنجشیر، شمار وی را فاتح جنگ سرد و تعداد هم آخرین چیزی که روی زمین نامیدند. اما چند پرسش: احمدشاه مسعود کی بود و برای چی گونه افغانستان مبارزه کرد؟ یاران او تا چه حد راه و روش او را دنبال کردند؟ در نهایت آیا مقاومت احمد مسعود در مسیر مقاومت احمدشاه مسعود قرار دارد؟ برای بحث روی این موضوعات آقای غفران بدخشانی، پژوهشگر و آقای سمیع درعی خبرنگار را با خود داریم. میهمانان عزیز خوش آمدید. آقای بدخشانی، بحث را با شما آغاز میکنیم. چی فکر میکنین اژدی سنبله یادآور چی روزه است؟ با درود بر شما و بینندگان فرهیخته و دریای عزیز مهمان برنامه. اژده سنبله اولتر از همه خب روزی دردآوری هست و همزمان با این دردش از برای از دست دادن یکی از فرزندان دلباخته این سرزمین و یکی از دلیر مردان و یکی از پاک نفس‌ترینان و انسان‌های این جامعه، بیشتر از همه آغاز تنزل اقتدار سیاسی تاجیکان در افغانستان است. ممنون آقای بدخشانی. چی فکر میکنید چی چیز مسعود را نسبت به دیگر رهبران گذشته و امروز متمایز میسازه؟ خب یکی گناه است، هر کسی فرزند زمان و دوران خودش هست و روزگار گناه گذراندن و مسعود ثمره یک دوره بسیار حساس تاریخی افغانستان است. اما در آن دوره خب مسعود یگانه مبارز و یگانه رهبر نظامی و یگانه نبوغ افغانستان نیست، اما عزت نفس این مرد، پاکدامنی این مرد، موقع شناسی این مرد و شناس این مرد از میهنش، از تاریخش، از سرزمینش، از مردمانش و از تاریخ و فرهنگ خودش او را با دیگران متمایز می‌سازه و تمام تقوا و استقامت و پایمردی را که مسعود داشت واقعا از این بابت یک شخصیتی استثنایی و تکرار ناپذیر است که در دیگر رهبران و یا رهبرنمایانی که پس از اینها به جا ماندن و به گونه همان اقتدار سیاسی تاجیکان را به بازی گرفتن، در تن اینها اون ویژگی های فرمانده مسعود را کمتر آدم میتونه ببینه یا نمیتونه ببینه اصلا. جهان سپاس. آقای درعی، آقای بدخشی گفتند که افغانستان در هشتی سنبله یک مرد با تقوا، پاک نفس و شخصیت استثنایی را از دست داد. خب نظر شما چیست در این مورد؟ درود بر شما و بیننده‌ها و شنونده‌های خوب شما و همچنان درود خاص بر جناب بدخشانی عزیز. بدون شک آنچه را که آقای بدخشانی گفتن، بله، امروز متاسفانه یا روز اژدی سنبله یک روز خوبی نیست برای مردم ما، برای مردم افغانستان، برای که واقعا یکی از ابرمردان تاریخش را از دست داده و واقعا یکی از کسانی که برای اقتدار تاجیک ها و برای فارسی زبان ها میتونست یک غنیمت بسیار بزرگ از نظر آگاهی و از نظر شعور سیاسی باشه. به هر حال ما متاسفانه در این سوق شریکیم، ولی به هر حال آنچه را که آقای بدخشانی گفتن، بله، مسعود یک ابرمرد بزرگ از تاریخ بود برای ما و واقعا کسی که تانست برای نخستین بار یک جرقه بسیار خوب را در تاریخ افغانستان از خودش به یادگار بگذاره و این جرقه باعث شد که تغییر و تحولی به وجود بیاید و طلسمی از یک دودمان قبیله‌ای را برای همیشه بشکنانه و بیاید و خودش را در متن تاریخ مطرح بکنه. من فکر میکنم که مسعود واقعا یک پدیده استثنایی بوده، برای که ما خاطرات خوبی هم از ایشان داشتیم، برای که وقتی اینا در سفر فرانسه آمدن و ما او را از نزدیک دیدم، صحبت‌های خوبی با ایشان داشتم که من تازه تانستم که مسعود را در اوج درک بکنم که ایشان در پی چی هستن و چی چیزایی را در سر میپروراندن.
به هر حال مسعود بیشتر در افغانستان با یک فکر ایدئولوژی که نمو زمان جنگ سرد مطرح شد و بیشتر هم پدیده همون زمان بود، اما به هر حال مسعود را اگر ما در دو بخش او را یعنی تقسیم بندی بکنیم زندگیش را، یقینا که جهادش با مقاومتش زمین و آسمان فرق داره و آنچه را که در جهاد مطرح بود برش، البته هرچند در جهاد هم در اواخر چیزایی را فهمید، ولی به هر حال در اوایل جهاد متاسفانه مسعود یک موقعیت خوبی نداشت. مسعود در اوایل جهاد عیناً امو ایدئولوژی و امو رفتار را در سر می پرورانید که امروز طالب و داعش و هر افراطیت دیگری که از در سیاست سر بیرون میکنه او امو فکر حتما با خودش داره. پس جناب درایی چی چیزی باعث شد که ایدئولوژی احمدشاه مسعود تغییر کنه؟ خب اما طور که پیشتر هم اشاره شد، مسعود وقتی با وضعیت، وقتی با این سیاست امروز افغانستان که البته بیشتر امو حجم قومیش بیشتر است، وقتی مواجه شد و در جنگ هایی که با آقای حکمتیار در طول دوران جهاد در 14 سال جهاد داشت، اینی واقعا به یک آگاهی عجیبی دست پیدا کرده بود در اواخر که میگفت که خب همونطور که بارها سیاسیون قبلی مطرح کرده بودند که در افغانستان ستم قومی وجود داره، متاسفانه او خودش اعتراف میکرد که به این ستم قومی در اوایل اصلا او نمیتونست بیاندیشه و اصلا به این گپا باور نداشت، چون چنان در ایدئولوژی اسلامی اینا غرق بودن که به هیچ وجه چیز دیگر نمیتونستن ببینن. بعدش وقتی اینا متوجه به این مسئله شدن آمدن و تغییرات را در رفتارشان، تغییرات را در سیاستشان به وجود آوردن که ما در اواخر جهاد دیدیم که بیشترین توجه آمر مسعود به منسجم ساختن نیروهای تاجیک در شمال افغانستان بود که از استاد فرید و معلم فتح و الماس اینا در شمالی شروع تا و قماندانای بزرگ تخار و بدخشان اینا همیش در کنار خود جمع کرد و اینا را متوجه وضعیت باریکه که در سیاست افغانستان مطرح بود اینا را متوجه ساخت. تشکر از شما. آقای بدخشانی، آقای درایی گفتند که در اوایل مسعود ایدئولوژی مانند طالبان داشت. شما بر ما بگویید که دیدگاه مسعود در مورد حقوق بشر، رسانه و حقوق زنان چی بود؟ ما امروز میدانیم که در حکومت طالبان زنان از هیچ حقوق انسانی و اساسی خود برخوردار نیستند و آزادی بیان هم وجود نداره. اول اینکه ما فرمانده مسعود را اول به عنوان یک شخص نباید بررسی بکنیم. فرمانده مسعود عضو یک حزبی بودند به نام جمعیت اسلامی و جمعیت اسلامی رهبری را داشت و که رهبرش استاد برهان‌الدین ربانی بود و رهبری نظامی جمعیت اسلامی افغانستان مسئولیتش به دست فرمانده مسعود بود و دلیل کامیابی و دلیل پیروزی ما هم در اون زمان همین بود که اگر تاجیکان صاحب اقتدار شدن برای این بود که کار را به اهل کار سپرده بودند که هر کسی را برای کار ساختن. نبوغ نظامی و شناخت فرمانده مسعود از دره و از کوه و از دشت و بیابان افغانستان و همین گونه آن قدرت نرم استاد برهان‌الدین ربانی ترکیب این قدرت سیاسی و قدرت نظامی که باعث شکوفایی این شده بود. ما در هر بخشی که میسنجیم باید احمدشاه مسعود در چارچوب جمعیت اسلامی افغانستان بسنجیم که جمعیت اسلامی افغانستان از آغازش وقتی در پاکستان شکل میگیرن، خب ورود روس است، در اون زمان بحث کمونیسم است و بحث جهان اسلام است و بحث خطرهای است که در اون زمان یک جوی جهانی است، همگان در اون زمان برای نجات اسلام می جنگند و ایره نمیتونیم که تمام این مسئولیت پای فرمانده مسعود بریزیم یا کسی دیگری. جو این گونه بوده و حزب به نام جمعیت اسلامی افغانستان در آغاز برای پیروزی اسلام و ارتشای اسلامی می جنگیده، ولی به مجرد پیروز شدن جهاد بر افغانستان و فروپاشی دولت دکتر نجیب و با وجود آمدن یک دولت موقتی که برای جامعه جهانی هم قابل قبول بود و یک اسلام معتدل، در اون زمان خب متوجه میشن که یک چنین دولتی نیاز به شناسی رسمی یا دیگر ملت ها داره و از زمان آغاز پس از زمان فروپاشی مثلا
در مکتب ها بسته نشده بود. مثلا زمان من کودک بودم و در بدخشان بودم و با من چند روز تفاوت دروازه مکتب ها دوباره باز بود، دروازه دانشگاه دوباره باز بود و در یکی از اولین نشست هایی که زنان کابل پیش فرمانده احمدشاه مسعود رفته بودن یا پیش استاد ربانی رفته بودن، زنان در اونجا حضور داشتن. آزادی بیان هم به این شکلی که در 20 سال گذشته ما تجربه کردیم خب واقعا در افغانستان به سابقه بود و هیچگاه در تاریخ افغانستان در تاریخ منطقه ما شاید یک چنین برداشتی از آزادی بیان نبودیم و از نگاه امروز نمیتونیم بریم بسنجیم بگم که در اون زمان احمدشاه مسعود یا برهان الدین ربانی یا جمعیت اسلامی یا دولت اسلامی افغانستان به چی میزان و به چی پیمانه طرفدار آزادی بیان بود. چون برداشت من امروز از آزادی بیان فرق میکنه و یک چنین آزادی را که ما در 20 سال گذشته داشتیم در هیچ دوره ما را تجربه نکرده. اما بحث حقوق بشری شما از نارضایتی های قماندانان فرمانده مسعود در آن زمان که گله گله طالب دستگیر میکردن و طالبان از نان و از خوراک و از همه چیز در زندان ها برخوردار بودن، در صورتی که سرباز خودش گرسنه بود و برخوردش با اسیران، برخوردش با زندانیان طالب، برخوردش با کسانی که برای قتل تاجیکان یا برای قتل مردم احمدشاه مسعود و اعضای احمدشاه مسعود آمده بودن، خب مثلا اونا پایبند تمام این اصول ها بودن. آیا این به این معناست که در تمام این دوره اتفاق نافتاده یا اشتباهی نشده؟ نه، به این معنی نیست. جنگ است، اتفاقای افتاده که در خور نقد هستند. اما مثلا من به هیچ اصلا در هیچ دوره، حتی در اون دوره جهادم، با آنکه خب یک خانش واقعا اسلامی بوده در اون زمان، ولی امو هم با وحشت و افراطگرایی طالب قابل مقایسه نیست. بگم در آغاز اونا مثل طالبان بودن، بله دیدگاه‌های اسلامی دیدگاه‌های دین زده تری از امروز و به چیزهای خب ما اندیشه‌های حاکم اخوانی در اون زمان بود که به چیزهای می‌اندیشیدن که در پایان جهاد یا در مقاومت اول یا مقاومت مثلا نباید بگم در دفاع دولت مشروع افغانستان در برابر طالبان اول تغییراتی آمده بود که در آغاز جهاد او را نمیتونستیم ببینیم. بر ما بگویید که مسعود چی نوع یک نظام را برای افغانستان میخواست؟ آیا هنوز هم همان نظام مناسب افغانستان است؟ خب اینم برمیگرده به این که قسم بیشتر در از اشاره کردن فرمانده مسعود و استاد برهان الدین ربانی از شخصیت‌های مهم جمعیت اسلامی افغانستان در آغاز اونا خاص به خاطر پیروزی جهاد و پیروزی اسلام در افغانستان می جنگیدن و هدفشون تنها اون پیروزی حق بر باطل به زعم خودشان بود. مسئله دولت داری و این چیزایی است که پسان آمد باز خود دولت نجیب وقتی که روبرو میشن با یک ساختار بزرگ دولتی و برای اولین بار از اداره یک جبهه یا از اداره یک حزب سیاسی و از اداره یک جنبش سیاسی به اداره یک کشور میآیند با چالش‌های روبرو میشن و خانش ایشان در آغاز هم برخواسته از واقعیت جامعه افغانستان است. خصوصا بیشتر در عزیز اشاره کردن بحث سیستم ملی، مطرح شدن نظام فدرالی و غیر متمرکز، حتی تغییر نام افغانستان به خراسان و حق تعیین سرنوشت تا مرز جدایی، تمام اندیشه هایی که در همون آغاز با شکلگیری یا با پدیدار شدن با وجود آمدن حزب جمعیت اسلامی افغانستان از طرف سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان مطرح میشه، در آن زمان این چیزایی بود که برای اکثریت مردم افغانستان یا سیاسیان افغانستان قابل هضم و قابل درک نبود. و اگر فرمانده مسعود هم تا آخرین لحظه به این باور بودن که فدرالیسم باعث فروپاشی و تجزیه افغانستان میشه، هم برخواسته از همون استدلال افغانی بود که در آغاز این جنبش های چپ و راست پشتونها و دیگرها اتهام زده بودن و ذهنیت مردم به همین طرف سوق داده بودن که کسی که فدرال خاص و کسی که به یک حکومت غیر متمرکز میاندیشه یا تجزیه طلب است یا دشمنی پشتون است. این میگذارم به حسابی آن مسئله. ولی این که من به این شک ندارم که فرمانده مسعود در هر ساختاری که بوده به عدالت اجتماعی می اندیشیده و به برابری سیاسی می اندیشیده و این چیزهایی است که به ویژه در دوره مقاومت یا جنگ دولت مشروع افغانستان در برابر طالبان اول رو میتونیم به وضاحت ببینیم. و اگر آن نظام متمرکز خواه امروز مسلماً که برای افغانستان در همون زمان هم کارایی نداشته و اگر کارایی می داشت بزرگان ما 60 سال پیش از امروز 50 چند سال پیش از امروز پیشنهاد یک دولت غیر متمرکز نمی‌کردن یا یک دولت فدرالی را، به خاطر اینکه این دولت متمرکز در دوره‌های مختلف
از دوره شاهیش گرفته تا نمیدونم دوره جمهوریش گرفته و سپس در طالبان اول و سپس با دموکراسی سنجیدیم و دیدیم که واقعا شدنی نیست این مسئله و یک نظام متمرکز برای یک افغانستان چند تباری و چند فرهنگی پاسخگو نیست و ما ناگزیر هستیم که از این مرحله بگذریم و این که حالا فرمانده مسعود یا برهانالدین ربانی به چه اندیشه‌ای بودن و چه باوری بودن نسبت به ساختار نظام در افغانستان، خب این نمیتونه معیار باشه دیگه. اونا فرزندان زمان خودشان بودن، از یک گذشته و پیشینه تاریخی و اجتماعی می آمدن که این بحث براشون قابل هضم نبود. حالا بر ماست که برویم و به طرف یک نظامی که پاسخگوی مردم افغانستان و نیازهای مردم افغانستان باشه. تشکر. آقای درایی، یاران احمدشاه مسعود چی کردن؟ تا چی حد راه و مکتب او را تعقیب کردن؟ هیچ متاسفانه راهی را که احمدشاه مسعود رفت راه عزت و اقتدار طلبی تاجیکا بود و فارسی زبانا بود که متاسفانه هیچ کدام از اینا این کار نکردن. هر کدامشان تلاش کردن برای یک ماموریت مستعجل و بسیار موقتی که به فرمان آقای رئیس جمهور که هر کسی که می بود چی کرزی چی غنی و یا هر کسی دیگری به او اینا تمکین بکنن و با اون ماموریت فقط تنها چند روز خودشان را سیر بسازن، جیب خود پر بسازن و بتونن از امکانات حکومتی برای خودش خانوادیشان استفاده بکنن و از مو امکانات بتونن به یک مقام منزلتی برای به یک نام و شهرتی برسن که متاسفانه چنین کردن و هیچ کدامشان راهی را که مسعود رفت اینا نرفتن. مسعود یک انسان مبارز بود که هیچ کدام از اینا مبارزه نکرد. مسعود یک آدم پاک نفس بود که هیچ چیزی برای خودش انباشت نکرد، ولی اینا دیدن که برعکس مسعود هر کدامشان دنبال پول و سرمایه رفتن و هیچ آنچه را که مسعود برشان به عنوان یک الگو مطرح بود او را نپذیرفتن و به اون نگفتن. از این لحاظ من فکر میکنم که پیروان مسعود همیشه طرد شده های رای مسعود هستند و به هیچ وجه نمیتونه که پیروان مسعود میراثداران فکر مسعود باشن. اینا تنها میراثداران قدرت و شاید همو جبهه و شاید نام و حزب و سازمان مسعود باشن، اما به هیچ وجه اینا پیروان معنوی مسعود نیستن. جناب بدخشانی، شما گفتید که اونها به یگونی تنها پول و ثروت میخواستن و دنبال قدرت کوتاه مدت بودن، اما حالا که طالبان قدرت در دست دارن چرا اعضای شورای انقره زیر چتر احمد مسعود دست به مقاومت نمیزنن؟ خب چتر احمدی مسعود در یک از همون بازم با استناد به بحث آقای عثمانی که در یک جا گفتن که اگر امروز هم در مقاومت مردم افغانستان اعتباری هست، هنوزم به یاد و خاطره مقاومت احمدشاه مسعود در برابر طالبان اول است. احمدی مسعود جوان هست، احمدی مسعود جوان امروزی هست، احمدی مسعود جوان با ادب و با تمیز است، احمدی مسعود دامن و دستش به هیچ فسادی آلوده نیست، احمدی مسعود یادگار مردی است که برای ما عزیز است، اما همزمان او جوان است و در یک جامعه سنتی مثل افغانستان که همیشه باید گپی اول ارباب بزنه، مثلا برای او مشکل است که در یک چنین فضای در نبود یک فکر انسجام کننده و در نبود یک برنامه مشخص که این برنامه مشخص نه مقاومتی که رهبریش دست احمدی مسعود است توانست در یک سال گذشته یک چنین فکر را ایجاد بکنه و انسجام به دست بیاره و نه خودخواهی ها و خود بزرگبینی های آنهایی که به نام شورای عالی مقاومت در انقره آمدن و ارگانی تشکیل داشتن با آن که الان منشورگونه نوشته کردن بعد یک سال که خود امان عمل هم در خوری ستایش است. اینا باعث از این شد که همگی یک سیره باشن و کسی زیر چیز دیگری جمع نشه یا زیر فکر دیگر، چون فکر وجود نداره در حقیقت. و همین شورا و همین خب شورا من مطمئن هستم که بس مقاومت مردم افغانستان بس یک روز دو روز و 3 روز نیست و این انسجام آمدنی هست، انسجام شکل گرفتنی هست، ولی در رهبری تمام این مقاومت های خودجوش اشکالاتی وجود داره و ما باید در یک جایی از برخی چیزا باید بگذریم و با خود یک آرمان مشترک و یک آینده مشترک و یک برنامه بزرگ مشترک مثل در مقاومت اول اتحاد شمال چگونه توانستن که جمع شوند. هنوزم امان مردمانند، هنوزم امان رهبرانند. ما بخاطر همو بی‌باوری هایی که نسبت به مزراندوزی ها و قدرت طلبی های کوتاه مدت به وجود آمده، یک بی‌اعتمادی بین مردم و این نخبگان وجود داره که امیدوارم رفع شود. تشکر آقای بدخشانی.
جناب درایی، چی شباهت بین مقاومت اول و مقاومت دوم وجود داره؟ با وجودی که طور که آقای بدخشانی گفتن احمد مسعود خیلی جوان است، آیا او تا این ده موفق عمل کرده؟ خب فراموش نکنیم که چهره کاریزماتیک احمد شاه مسعود و اون تجربه و اون سالار بزرگی که به هر حال خیلی هم برای خودش اعتماد خلق کرده بود، او امروز نیست، جایش خالی است و یقینا هرچند احمد مسعود پسر ارشد عامر صاحب مسعود در رأس هستند، در رهبری هستند و یکی از آدمای پاک نفس، آدمی که واقعا دستش به هیچ آلودگی هنوز آلوده نشده، اما به هر حال اون تجربه و اون درایت و کفایت و اون شاید کاریزمایی را که پدرش احمد شاه مسعود داشته هنوز طالب با وجود نیاورده. یقینا احمد مسعود مرد دوست داشتنی مؤدبی است که شاید برای هر کسی قابل پذیرش باشه و هیچ بدیلی هم امروز نداره متاسفانه. اما فراموش نکنیم که احمد مسعود به هر حال دچار یک سری مشکلاتی است. اون مشکلاتش بیشتر ناشی میشه از اون اطرافیان آزمنده که متاسفانه هنوزم او را حلقه کردن و فکر میکنن که آمر جوان یا امیر جوان باید در زیر کنترل از اونا مطابق مشورهای از اونا و پیش بره. شما وقتی در رهبری باشین و تمام کار و تمام به هر حال مشورهای لازم را از شما از خانوادهتان مثلا از کاکا و مامایتان بگیرین و هنوزم در زیر کنترل از اونا باشین، وقتی شما بیاین مثلا آدمای بسیار بدنامی که حالا با یک لکی ننگ در تاریخ ما به هر حال نامشان درج است، مثل آقای بسم الله خان، امرالله خان و هر کسی دیگری، اینا رو بیارین و در کنارتان بگذارین و از اینا مشوره بگیرین. به هر حال یک مقدار بدون شک بی‌اعتمادی را خلق میکنه و این بی‌اعتمادی در میان مردم، در میان کسانی که میخواین تازه در مقاومت سهم بگیرن، در میان کسانی که از قبل هم آرزوی مقاومت داشتن ولی امروز. خب آقای درایی، فکر میکنید احمد مسعود موفق خواهد شد؟ خب بدون شک مردم افغانستان به هر حال هر روز در زیر ظلم و ستم طالب دارن خورد و خمیر میشن و هیچ کسی وضعیت را نمیتونه تحمل بکنه. ناگزیرن که به هر حال با مقاومت اینا نزدیک شوند و با مقاومت پیش برن و مقاومت را حمایت بکنن. ما رای دیگری نداریم به جز از مقاومت. طالب با حرف انسانیت و با حرف حقوق بشر، با حرف دموکراسی و مردم سالاری و اینا کاملا بیگانه است. اینا را باید با حرف سلا و شلیک مرمی باید درس داد و برای اینا باید فهماند که بالاخره یک چیزی به نام برابری، عدالت، آزادی و این چیزا معنا داره. در حالا که حرف از طالبان زده شد، تعریف مسعود از طالبان چی بود و آیا هنوز هم همان تعریف است؟ ولی طالب تغییر نکرده. طالب همون طالب دیروز است و هیچ وقت تغییر نکرده و طالب متاسفانه هنوزم عقده‌ای‌تر و طالب هنوزم خشن‌تر و متعصب‌تر شده و حالا شاید با تجربیاتی در سالهای اخیر گرفته یک مقدار مثلا اینا مانیفستای بسیار خوب از مثل سقاوی دوم را در اختیار دارن که میتونن با برنامه تر حرکت بکنن، با برنامه تر پیش برن و این لازم فکر میکنم که طالب به هر حال تنها یک چیزی که طالب را میتونه مهار بکنه و زور سلا و مقاومت است و این مقاومت باید حمایت شود و امیدواریم که احمد مسعود هم بالاخره تمام این شرایط را درک بکنه، وضعیت را درک بکنه و بتونه واقعا به وضعیت فائق بیایه و مردم هم حمایتش بکنه. مردم کاملا در حمایت از احمد مسعود قرار داره، فقط یک مقدار اصلاحات در چهار طرف احمد مسعود باید به وجود بیاید که ناگزیرم بالاخره باید به وجود بیاید. جهان سپاس. آقای بدخشانی، در روزهای اخیر همه شاهد این بودند که طالبان بر سر قبر احمد شاه مسعود می‌رقصیدند و آیا این همه توهین، تخریب و پایکوبی بر سر قبر احمد شاه مسعود از لحاظ عرف و شریعت جایز است و چی فکر می‌کنین این عمل چی پیامد داره؟ خب این که از نگاه عرف شریعت جایز است یا نیست بس خیلی مهمی برای افغانستان و برای ذهنیت افغانی و آن افغانیت و اسلامیت که بر افغانستان قرارات حکم برانه نیست. تمام کاری که طالب میکنه از نگاه شرعی هم اگر بسنجیش
وقتی خب حدیث پیامبر است که طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمتین، و زن و مرد وقتی که فرض است چگونه است که باز مثلا زن محروم است. این بحثی خب یکم چی میشه با بحث اسلامش نمیپردازیم. اما در ای عزیز از سبقای دوم اشاره کردن و به سبقای دوم اشاره کردن و در سبقای دوم هم در یک جایش میاد که وقتی که به گفته خودشان این مجاهدین حرکت تحرک اسلامی طالبان وقتی که به ایرتان میرسن قبری ببرکانمل میکنن و به گفته خودشان حالا با یک زبان بسیار زیاد زشت جسدش یا استخوانش میریزن در دریای آمو و آمو این گند را با خودش میبره. یک سوگند خوردگی ها و دشمنی هایی که در برابر تاجیکان، عقده های تاریخی که در برابر تاجیکان دارند، این کار در گذشته هم کردن و این کار خب امروز هم میکنن. این بحثی توهین و بحثی تحقیر و بحثی اهانت به تاجیک و به هزاره و ازبک بحثی امروزی نیست. این بحثی است که در دوره محمد گلی مومند به اوجش رسیده بود، ما در دوره ترزی و در دوره امان الله و در تمام دوره ها ما این را دیدیم که چگونه تاجیک از خانش و از زمینش رانده میشه و توهین میشه و تأخیر میشه. پیامد اینا امیدوارم که من امیدوارم که با تمام این نفرت و کینه‌ای که امروز افغانان بر ما روا می‌دارند و تاجیک را قتل عام میکنند و هزاره را توهین و تأخیر میکنند و ازبک را از زمین و خانه خودش آواره میکنند و میکشانند، من امیدوار هستم که واکنش به این نفرت به همین پیمانه نباشه. اگر به این پیمانه باشه از این سرزمین یک بار دیگر خون جاری خواهد شد و مسلمان وقتی که آمدی و به مرده یک انسانی که در تمام جهان به او احترام قائلند، حتی دشمنان روسش که در برابر جنگیده بودند به نبوغ او سر فرود می آورند و به او احترام می‌ذارند و تو میای و روی قبری از او خب بالا میشی و میرقصی. این بار اول نیست و در این فرهنگ مروج است و چندین بار بر ما روا دیدند و پیامدازی امیدوارم واکنشی به همین میزان خشمگین و نفرت آگین در برابر افغان‌ها نباشه. تشکر. آقای درایی، از شما می‌خوایم بشنویم که حذف هشتی سنبله از تقویم کشور به چی معناست؟ خب بدون شک این یک دشمنی کاملا آشکار است که با تمام ارزش‌ها، با تمام دار و ندار تاجیک‌ها و فارسی زبان‌ها دارن پشتون‌ها اعمال میکنن. یقینا من فکر میکنم که یک پیام بسیار روشن است برای مردم ما باید بفهمند که برتری طلبی قومی و انحصار در اقتدار و در قدرت یقینا که فقط مثل همیشه از یک آدرس میه و ما آدرسی که دیگران را مهاجر فکر میکنه و به هیچ کسی و به هیچ قومی دیگری اینا اجازه نمیدن که به هر حال ارزش‌هایشان در افغانستان ریشه پیدا بکنه و اونا خودشان بتونن صاحبان این سرزمین و صاحبان این هویت تلقی بکنن. من فکر میکنم که این بحث کاملا بحث واضح است دیگه، خود پیامش روشن است و این یک دشمنی آشکار است که بر ما اعمال میشه. به عنوان پرسش اخیر از شما، فکر میکنید روز خواسته های احمدشاه مسعود برآورده خواهد شد؟ فکر میکنم که بله، اگر اراده باشه خب یقینا مردم به هیچ وجه به ظلم، به مردم به بی‌عدالتی به هیچ وجه اینا تمکین نمیکنن. مردم رای را که میفهمند که در او آزادی نهفته است، رای را که میفهمند که در او عزت و اقتدارشان و عدالت مطرح است، در او را حتما میرن و همیشه چراغ ظالم روشن نخواهد بود. چراغ بالاخره یک روز باید، چراغ ظلم ظالم البته باید بالاخره یک روز خاموش بشه و این خاموش شدنی است. من فکر میکنم که مردم افغانستان بالاخره رای را که بارها رفتن یک بار دیگه میرن و بالاخره پیروز میشن، چون مردم همیشه پیروز است. مردم هیچ وقتی بازنده نیست، مردم همیشه پیروز است. بازنده تنها کسانی هستند که متاسفانه میاین و برای یک مدت معین ظلم میکنن و ظلم را میدارن نسبت به مردمشان و نسبت به سرزمینشان و این فکر میکنم که یک امر کاملا موقتی و کاملا چند روزی خواهد بود که بالاخره
بالاخره ختم خواهد شد. ممنون. آقای بدخشانی، آقای درعی گفتند که چراغ ظلم و ظالم خاموش شدنی است. خب نظر شما در مورد تحقق یا بیخواسته های احمد شاه مسعود چیست؟ من یک بار دیگر به این تاکید میکنم که وقتی در پیوند با افغانستان، آینده افغانستان گپ میزنیم، بحث رو وقتی شخصیت محور نکنیم که احمد شاه مسعود و چون مکتب مسعود یا راه مسعود، با اینکه من هیچ پیوند و ربطی با اندیشه و حزب سیاسی احمد شاه مسعود ندارم، ولی نام اون حزب جمعیت اسلامی افغانستان است و جمعیت اسلامی افغانستان که چی افغانستانی میخواسته تا امروز گنگ است. ولی خب میفهمیدیم که یک دولت و اون چیزی که از تأکیدی شخصی، از تأکیدهای شخصی فرمانده مسعود هست، یک افغانستانی آزاد، یک افغانستانی با آبرو، با عزت و یک افغانستانی که در آن با یک اسلام معتدلی که هم برای افغانستان قابل قبول باشد و هم برای جهان قابل قبول باشد. این برمیگرده به مردم افغانستان و تصمیم مردم افغانستان که مردم افغانستان، اینکه فرمانده درعی کاملا دقیق است که با گفته سیف فرغانی که اون کسی که اسب داشت غبارش فرونش است، گردی سوی خران شما نیز بگذرد، این گرد هم گذشتنی است، این استبداد هم گذشتنی است، این بیداد هم گذشتنی است. ما را چندین بار تجربه کردیم و اگر در افغانستان یک واقعه حاکم باشد، واقعه حاکم این است که هیچ اقتداری و هیچ زور و سیستمی در افغانستان پایدار نیست و نخواهد ماند. اینکه مردم افغانستان در امی زمان مشخص، تاجیکان افغانستان، هزارگان افغانستان، ازبکان افغانستان و ترکمنان افغانستان که اکثریت مطلق مردم افغانستان را تشکیل میتن، به این خرد جمعی دست میابند یا نمیابند یا به سرانجام به این تصمیم میرسند که در کنار یکدیگر ایستاد شوند و برای یک بارم اگر شده به سرنوشت خودشان حاکم شوند و جایگاه تاریخی و فرهنگی را که در سرزمین و در تاریخ این سرزمین دارند دوباره کسب کنند و صاحب شوند، یک تصمیم جمعی و مردمی است که من به این اتفاق واقعا باور دارم. این که امروز اگر اتفاق نفتاد شاید فردا اتفاق بیفته، اما این که ما بر این جنگ پیروزیم و این سرزمین ما هست، مثلا من به این مسئله باور دارم. تشکر آقای بدخشانی. سپاسگزارم از شما میهمانان گرامی. برنامه در همینجا به پایان میرسد. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.